سلام آقا، دلواپسان نگو، سوت دلان بگو. دلواپسان نگو، آشفته حالان بگو. دلواپسان نگو، دل پیچه گرفتگان بگو. بیا امشب میخوام از یه دلواپس عتیقه پرده برداری کنم که تو نمایش جمعه دیروز قیامت کرد. چجوری قیامت کرد؟ الان عرض میکنم. اولش یه دهن قربون صدقه هیئت مذاکره کننده رفت. خب هیئت ایرانی مذاکره کننده راهش رو داره ادامه میدهد، انشاءالله موفق باشد. مقام معظم رهبری هم که این هیئت رو تأیید کردند و اینها فرزندان انقلاب هستند، ما هم برای توفیقاتشون دعا میکنیم. تا اینجای کار معلوم شد که این ماموت در حال انقراض مثل ولی فقیهش خراب مذاکره است. یعنی مجبوره همچین نم نم زهر رو بره بالا. تا کجا؟ گیر قضیه هم اینجاست. اینجا همون جاییه که ماموت حمام دار هنگ میکنه. اصلا دو مسیر متضاده. ایران دنبال چیزی است، آمریکا دنبال چیز دیگری است. نه ما از مواضع حق خود عقب نشینی میکنیم و نه آمریکای جهانخوار دست از دشمنی و قلدری و عناد برمیدارد. اینجا باید موشکاف وارد شه و ترجمه کنه. منظور حاجی از حمایت از مظلومین ترخوش کردن بشار گردن دراز و باقی جک و جونورای تروریست نظامه. یکی نیست بگه آخه دلنگون، اگه دو مسیر متضاده، اگه هیچ کدوم اهل عقب نشینی نیستید، پس دیگه مذاکره واسه چیه؟ بالاخره زهر رو میخوری یا نه؟ اینو بگو. به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است، به ارادت بکشم درد که درمانم از اوست. به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است. تو رو چه به خواجه شیراز؟ کدوم حلاوت؟ زغنبوت؟ اگه به حلاوت میخوری و ساقی که همون کوسه باشه شاهدته، پس دیگه دلواپسید واسه چیه؟ نگران چی هستی؟ خب کوف کن زهر رو دیگه. فرهنگ دین رو باید حفظ کرد، فرهنگ دوران امام رو باید حفظ کرد. به وزارت ارشاد، وزارت علوم و رسانه ها هشدار میدهم مبادا نظام ما برگردد به انحطاط اخلاقی و فرهنگی زمان اصلاحات. مراقب باشید. 2. مبادا اباحه‌گری در رسانه ها ترویج شود و دولت ساکت و تماشاگر باشد. آها، پس دردت از مصیبت‌های بعد از زهرخوریه ها؟ اولش حلاوت داره اما بعدش تلخ میشه، نیست؟ گرفتم. دلواپسی باند خامنه دستم اومد. حالا ببینیم دلواپسی شیخ پری و از نابش از چیه. اگر امروز دیپلمات‌های ما در صحنه گفتگو با جهان دلاورانه، شجاعانه با منطق سخن میگویند، به پشتگرمی حمایت ملت ایران و مقام معظم رهبری است. ما باید در برابر افراط پیروز شویم و ان شاء الله به حول و قوه الهی در برابر افراط و افراطیون پیروز خواهیم بود. پس اینا هم دلواپسن. دلواپس اینن که نکنه دلواپسای باند رقیب قاطی کنن و بساط زهرخوری عظما به هم بریزه. گفتم عظما. راستی از علی گدا چه خبر؟ ببینم ولی امر دلواپسان جهان
نسخه چیزی واسه این دلواپسان نپیچیده. رهبر انقلاب برنامه‌ریزی هوشمندانه و آسیب شناسی متناسب با روح و معنای اعتکاف را ضروری دانستند و خاطر نشان کردند در برنامه‌ریزی‌ها اصل باید بر نزدیک کردن ذهن و دل معتکف به خداوند و در مقابل انقطاع از جنجال‌ها و حاشیه‌های متعارف جامعه و زندگی باشد. بابا زر زده این ننه مرده رو پاک از جهان منقطع کرده. پیشنهادش به بسیجی‌ها خلوت نشینی و انقطاع از جنجال‌های زندگی و جنگ و دعواهای باندیه. علی گدا زیاد قصه انقطاع و نخور. انقطاع تو نظامت کار ملت باصفای ایرانه. موشکار